28 روز با شکرگزاری. روز 15. به گونه‌ای شگفت‌انگیز روابطت را التیام بده. اگر روابطی دشوار و از هم پاشیده داری، از دل شکستگی رنج میبری یا به هر دلیلی از کسی دلخور و آزرده خاطری، با شکرگزاری میتونی اینها رو تغییر بدی. شکرگزاری به طرز معجزه آسایی هر نوع رابطه دشواری رو با شوهر، همسر، برادر، خواهر، شریک، رئیس، مشتری یا همکار، مادر زن، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر، دوست یا در و همسایه بهبود میبخشه. وقتی ما با رابطه بغرنج یا وضعیتی سخت و چالش برانگیز در روابطمون مواجه هستیم، تقریباً در تمام موارد حتی یک ذره هم در برابر طرف مقابلمون قدردان نیستیم. در عوضش درگیر نکوهش اون فرد بابت مشکلاتی هستیم که با اون داشتیم و این یعنی ما نقشی در شکرگزاری نداریم. سرزنش هرگز رابطه ای رو بهبود نمی بخشه و زندگیت رو هرگز بهتر نمی کنه. در واقع هر قدر بیشتر ملامت کنی رابطت خرابتر و زندگیت بدتر میشه. چه در مورد روابط فعلیت و چه روابط گذشته، اگر تو نسبت به طرف مقابلت احساس بدی داری، تمرین شکرگزاری این احساس بد رو از بین میبره. چرا دلت میخواد احساس ناخوشایند تو در مورد کس دیگه‌ای محو کنی؟ در دل نگاه داشتن عصبانیت مانند در دست گرفتن زغالی گداخته است، با این قصد که آن را به سمت دیگری پرتاب کنی، اما تو هستی که دچار سوختگی میشوی. احساس بد در مورد یک نفر دیگه زندگیت رو میسوزونه، ولی شکرگزاری اون احساس بد رو نابود میکنه. به طور مثال اگر همسر سابقت از طریق بچه یا بچه‌هات با تو در ارتباطه و رابطتون اصلا خوب نیست، به چهره بچه‌هات نگاه کن و متوجه باش که اگر همسر سابقت نبود، این بچه‌ها الان وجود نداشتن. زندگی بچه‌هات نفیس‌ترین موهبتیه که داری. هر روز به فرزندانت نگاه کن و بابت زندگی اونها از همسر سابقت قدردانی کن. به این ترتیب تو نه تنها صلح و صفا و هماهنگی به روابطت میاری، بلکه با این کار سرمشق فوق‌العاده‌ای برای بچه‌هات خواهی بود تا مهمترین ابزار زندگیشون رو که شکرگزاریه یاد بگیرن. برای تمرین معجزه‌آسای روز 15 باید دنبال زغال گداخته‌ای بگردی که زندگیتو میسوزونه و اونو با شکرگزاری به موردی ارزشمند تبدیل کنی.